شرکت هواپیمایی سامون ایر روز 2 ماه سال 2024 با نشر یک اطلاعیه از افتتاح خط سیر مستقیم خوجند اورمچی خوجند خبر داد. خدمات مطبوعات سامون ایر گفت ساکنان شهر خوجند اکنون امکان پیدا کردند که مستقیما به اورمچی پرواز نمایند. انتظار می رود پرواز نخستین در این مسیر 16 ماه سال 2024 صورت بگیرد. پرواز از خوجند به اورمچی هفته یک مرتبه روزهای پنجشنبه پروازها از خوجند به اورمچی هفته یک مرتبه روزهای پنجشنبه و در سمت برگشت روزهای جمعه طریق هواپیمای بوینگ 737-800 و بوینگ 737-900 عملی می‌گردد. وقت پرواز از خوجند به اورمچی 21:00 دقیقه و از اورمچی به خوجند ساعت 04:00 دقیقه به وقت محلی می باشد. یادآور می شویم در عین زمان شرکت هواپیمایی از دوشنبه به اورمچی هر هفته روزهای سه‌شنبه و جمعه پروازها انجام می‌دهد. به علت مشکلات مالیوی همه پروازهاش را قطع کردن شرکت تاجیک ایر، سامون ایر اینک 5 سال باز یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سامون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان، ازبکستان و به شهرهای گوناگون روسیه پرواز انجام می دهد.